بینندای عزیز به چینل ما خوش آمدید. خدا کنه همه‌تان جور آرام صحتمند باشید. من امروز براتون یک کروت کیک آماده می سازم. مواد لازمه ماست 350 گرم آرد که اینی آرد استفاده باید بکنیم، 300 گرم بوره که اینی بوره نسواری رو ما استفاده می کنیم، 400 گرم زردک، 50 گرم کشمش، 50 گرم پوست کینو، نیم دانه آب لیمو، 2 قاشق چایخوری پودر دالچینی که سپیکولاس پودر میگن، 300 گرم روغن، 50 گرم مسکه، 60 گرم پودر بوره، 200 گرم روم کس که این باز ما بریش کریم تیار میکنیم، 6 عدد تخم. حالا ما در قدم اول تخما را در یک کاسه میندازیم. حالا ما تخما را در کاسه انداختیم، بوره را میندازیم و خوب میکس میکنیم. دوستای عزیز، ما اینجا مواد آماده میکنیم و اونجا ماداش خود در 160 قبلا روشن کردیم تا داش گرم شود. حالا تخم امرای بوره آماده شده. حالا ما روغن مندازیم و باز خوب میکس میکنیم. حالا ما یک دانه بک پودر در آرد مندازیم. خوب گرد میکنیم و بالای ازی اضافه میکنیم. شور میتیم خوب یک کمک گرد شود. پودر دالچینی رو اضافه میکنیم، آب لیمو را، پوست کینو را، خوب میکس میکنیم. حالا باز پس امرای مکسر شور میتیم و مکس میکنیم. مکس میکنیم تا کل آرد و نواد گرد شود. بعد ما آماده شده، زردک بالایش مندازیم و باز خوب مکس میکنیم امروی مکسر. به شکل تا زردک امرویش خوب مکس شود. اینال بینندای عزیز مواد خوب آماده شده. 100 گرم چهارمغز بالایش اضافه میکنیم، 50 گرم کشمش هم مندازیم و باز کمک مکس میکنیم. اینال کاملا تیار شده. حالا ما در یک قالب مواد خود مندازیم. و در داش میمانیمش مدت 1 ساعت الی 1 ساعت و 10 دقیقه تا کیک ما خوب پخته شود.
حالا ما مواد خود در داش ماندیم تا 1 ساعت الا 1 ساعت و 10 دقیقه تا کیک ما تیار شود پخته شود. حالا کیک ما آماده شده بینندای عزیز. حالا ما کریم رویش تیار میکنیم که 50 گرم مسکه، 200 گرم رومکس و 60 گرم بوره را ما انداختیم، پودر بوره را. حالا ما بر رویش یک کریم تیار میکنیم. این بینندای عزیز کریم ما به این شکل تیار شده و کیک ما را سرد شده. این خوب ببینین به این شکل خوب پخته شده. بگذارین تا خوب سرد شه و بعدا باز کریم در رویش چرب کنین. بینندای عزیز حالا کیک ما کاملا تیار شده. کریم ما بر رویش روار کردیم، یک مقدار پسترم در رویش انداختیم. شما خواسته باشین میتونین چارمغز پرتین. دیگه حالا ما توتیش میکنیم ببینیم که چی رقم اومده. خدا کنه خوش شما اومده باشه. به این شکل حتما آماده بسازین بینندای عزیز. بسیار کیک خوشمزه است. خدا کنه ویدیو ما خوشتان آمده باشه. ویدیو ما تا آخر ببینین، لایک کنین، سابسکرایب کنین، با دوستایتان شیر کنین. دیگه تا ویدیو بعدی را خدا حافظ.